از مسیر حصول رود و سپس نشنال هایویز و طی کردن 347 کیلومتر خودمان را از زیر آسمان بنگلور به شهری در مجاورت اقیانوس هند به نام چنای رساندیم. چنای در جنوب شرقی هند، مرکز ایالت تامیل نادو، شهری بزرگ در سواحل کروماندل، یکی از وسیع‌ترین سواحل دنیا با جمعیت حدود 5 میلیون نفر واقع شده است. این شهر دارای یکی از نادرترین پارک‌های ملی و مرکز فعالیت موسیقی و رقص کلاسیک و همچنین پایتخت اتومبیل‌سازی هند میباشد. با توجه به ناشناخته بودن شهر چنای از نظر فرهنگی، محیطی و اقلیمی برای دانشجویان ایرانی و حضور تعداد بسیار محدود دانشجوی ایرانی در طول سالیان گذشته و در نتیجه نبود تجربه کافی در کلیه این مسائل و با علم به اینکه اتخاذ تصمیمات مؤثر بر اساس اطلاعات صحیح در جهت پیشگیری و کنترل سریع مشکلات بسیار مؤثر است. سفر چند روزه‌ای برای جمع‌آوری اطلاعات دقیق و به تصویر کشیدن گوشه‌های این شهر، جهت آشنایی کامل متقاضیان رشته‌های علوم پزشکی داشتیم. در این سفر ما 2 هدف را دنبال می‌کردیم. هدف اول، نگاهی دقیق به شرایط زندگی و محیط شهر و همچنین بررسی دانشکده‌ها از لحاظ منطقه‌ای و شهریت بود. و با در دست داشتن مشخصات کامل کلیه دانشکده‌ها، با اشاره به این نکته که قبل از سفر از طریق ایمیل و تلفن با این دانشکده‌ها در ارتباط بودیم و با کمک راهنمایی دانشجویان مقیم اقدام به بررسی منطقه‌های مسکونی خوب و مناسب چه در داخل و چه در حومه شهر چنای و همچنین حد فاصل این مناطق تا محل دانشکده‌ها نمودیم. در هدف دوم به بررسی شرایط و امکانات دانشکده‌های علوم پزشکی دانشگاه دکتر MJR از لحاظ انجام امور اداری مربوط به دانشجویان خارجی و همچنین نحوه برخورد دانشجویان بومی با آنها پرداختیم. متاسفانه در هیچ کدام از موارد شرایط مطلوب و مناسبی برای حضور دانشجوی ایرانی در این شهر مهیا نیست. شهر چنای از نظر فرهنگی دارای مردمان خاصی است و فقط به زبان تامیل صحبت می‌کنند و زبان انگلیسی را کم می‌دانند و یا اصولاً علاقه‌ای برای صحبت کردن به زبان انگلیسی ندارند و همچنین تجربه زیادی در زمینه حضور توریست و ارتباطات اجتماعی با افراد خارجی در این شهر دیده نمی‌شود. مردمان این شهر به خودخواهی معروفند و اگر با زبان تامیل آنها آشنایی نداشته باشید در همه جای شهر به چشم غریبه به شما نگاه می‌کنند. جالب این که زبان محاوره‌ای در تمام ارگان‌ها و سازمان‌های اداری و رسمی همان تامیل میباشد. مدیریت یکی از دانشکده‌ها از تجاربش در ارتباط با دانشجویان خارجی و مشکلات آنها در دروس بیمارستان به دلیل عدم آشنایی به زبان تامیل و یا اینکه از دشواری در تضمین امنیت و سلامت دانشجوی دختر خارجی در محیط شهر و دانشکده گفت. رطوبت و گرمای زیاد یکی دیگر از مشکلات این شهر است، در صورتی که هیچ کدام از دانشکده‌های این شهر امکانات سرمایشی مناسب ندارند و شما باید با شرایط گرمای 40 تا 50 درجه سانتیگراد و رطوبت 90% در کلاس‌ها حضور داشته باشید. در بعضی مواقع به دلیل گرما و رطوبت زیاد نفس کشیدن برایتان مشکل می‌شود. متاسفانه شهر چنای از لحاظ وقوع بلاهای طبیعی بی‌سابقه هم مشهور است. در سال 2004 سونامی نزدیک به 230,000 نفر کشته و بیش از 2 میلیون بیخانمان بر جای گذاشت. طوفان و سیلاب در سال 2015 هم 500 نفر کشته و 1,800,000 نفر آواره در پی داشت. در زمان وقوع سیلاب سال گذشته همان تعداد معدود دانشجویان ایرانی به مدت 20 روز به شهر بنگلور پناه آوردند. همه این موارد مزید بر علت شدند که فقر شدید در این شهر بیداد کند.
بعد از وقایع اخیر، بیشتر کمپانی‌های آیتی واقع در شهر چنای برای جلوگیری از خسارت و مشکلات بیشتر به شهر بنگلور انتقال پیدا کردند. بر اثر بلاهای طبیعی بین 7 تا 15 میلیارد دلار طی سالهای گذشته به زیرساخت‌های شهری و برون شهری خسارت وارد شده. بخش‌هایی از شهر به علت عدم رسیدگی و نظارت درست دارای اوضاع نابسامانی هستند. در بعضی از نقاط شهر شما شاهد انباشتگی زباله‌ها هستید و فاضلاب‌های شهری در گوشه کنار معابر به چشم می‌خورند. خیابان‌های خاکی با ترافیک‌های شدید هم یکی دیگر از مشکلات این شهر است. و جالب است بدانید همه دانشکده‌های علوم پزشکی این شهر طی روزهای گذشته از تقاضای زیاد پذیرش ایرانیان غافلگیر شدند و پذیرش را به ماه‌های آینده موکول می‌کنند و بعضی هم از بی‌تجربگی در مواردی مثل حفظ امنیت و چگونگی انجام امور اداری آنها از طرف دانشگاه دکتر MJR و پلیس اقامت در آینده شک و هراس دارند. طی روزهای گذشته همزمان با از اعتبار خارج شدن دانشگاه راجیو گاندی بنگلور همه نگاه‌ها به سمت چنای جلب شد، چرا که مابقی دانشگاه‌های پیشنهادی در لیست وزارت بهداشت یا امتحان ورودی دارند و یا ظرفیت پذیرش دانشجوی خارجی آنها بسیار پایین است و با توجه به ناشناخته بودن چنای و دانشکده‌های آن، بازار کلاهبرداری برای دلالان سودجو هم بسیار فعال شده. شهریه دانشکده‌ها روزانه و ساعتی رو به افزایش و یا حتی در حال 2 برابر شدن است. این در حالی است که اکثر این کالج‌ها از شرایط بسیار بد و نامناسبی برخوردارند و معدود کالج‌هایی که صرفاً از وضعیت حداقل امکانات تحصیلی برخوردار هستند، با 1001 جور بهانه و گذاشتن شرایط سخت اخذ پذیرش و دریافت شهریه‌های گزاف باعث مشکلات عدیده‌ای برای متقاضیان 2016 و 2017 شدند. ما معتقدیم که یک مدیریت توانمند یک مدیریت پیشگیرانه است، نه یک مدیریت واکنشی. شاید با اندکی تفکر و اجرای طرح‌های مدیریتی بتوانیم از افزایش دانشجویان ناراضی تا حد زیادی بکاهیم. تا به حال به این فکر کرده اید که مسئولیت دانشجویان ایرانی در آینده‌ای نه چندان دور در صورت بروز هر گونه مشکلی که ذکر شد با کیست؟ آیا امکان مدیریت و رفع مشکل را خواهیم داشت؟ அட்மிஷன்ஸ் இல்ல அப்படியே திருப்பிக்கிடுங்க ஃபர்ஸ்ட் கேட்ல இருக்கு Tamil only. Tamil English I know English I know. Okay. در پایان با توجه به بررسی کامل شرایط شهر چنای از هر حیث وظیفه انسانی، شرعی و قانونی خود دانستیم تا نهادهای مربوط از قبیل وزارت بهداشت، وزارت علوم و وزارت خارجه را در جریان شرایط قرار دهیم تا شاید قبل از وقوع اتفاقهای غیرقابل جبران راهکارهای مناسبی برای دانشجویان علاقه‌مند به تحصیل در هند اتخاذ شود. به امید روزی که امکانات و شرایط تحصیل در همه رشته‌ها به خصوص رشته‌های زیرگروه پزشکی برای علاقه‌مندانی که حاضرند شرایط سخت این چنینی را به جان بخرند و به اهدافشان برسند در کشور عزیز خودمان ایران فراهم گردد.